با سلام به یکی شما بینندگان عزیز، نوید بومدودی تقدیم از رادیو زودی. امروز 9 اپریل و در پراگ همین حالا ساعت 7 صبح است. با ما شما عزیزان تنسیتی و کمیابی رو تمنا دارم و حالا از خبرها برایتان میگویم. شامی 8 اپریل در شهرهای دوشنبه و پنجکند و بعضی از منطقه‌های دیگر تاجیکستان برف بارید و تا هنوز برفباری ادامه دارد. از حال کشاورزان و ساکنان دهه‌ها نگرانند که سردی هوا میتواند حاصل درختان و زراعت آنها را نابود کند. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان احتمال سرد شدن هوا و باریدن برف را در روزهای 8 و 9 اپریل پیش بینی کرده بود. بنا به اطلاع مرکز، شب 8 اپریل و صبح 9 اپریل در وادی‌های ولایت ختلان، ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت سوغد احتمال برف می‌بارد. مسئولان مرکز میگویند هوای سرد به تاجیکستان از روسیه توسط قفقاز وارد شده است. خیلی کم می‌شود که در ماه اپریل در تاجیکستان برف بارد. سال گذشته در همین ماه در ناحیه سنگواری منطقه رشت برف باریده بود. ما از شما کاربران عزیز آزادی ویدیو ده‌ها نوار و عکس‌ها را از برفریزی در مناطق مختلف تاجیکستان دریافت کردیم. با سپاس از شما و در دوام روز کوشش خواهیم کرد که پیامد این برف غیر انتظار را معلوم کنیم. ضمن بینندگان عزیز، شما نیز میتوانید با فرستادن نوار در تهیه برنامه‌های رادیو آزادی مساعدت کنید. رقم ما در واتساپ و وایبر و تلگرام 420 724 056 681 است. 29 نفر از افرادی که با مرد ففتیده در بیمارخانه مرکزی نویه جبور رسولوف در تماس بودند تحت کارانتین قرار دارند. 9 نفری کلونسول و 9 کودک اعضای عائله این مرد بوده. 11 نفر دیگر کارمندان طبی بیمارستان میباشند که مرد 60 ساله در اینجا با دیاگنوز پنیومونیا درگذشت. مقامات تندرستی ولایت میگویند سنجش‌ها تا حال موجودیت ویروس کرونایی را در تن این افراد آشکار نکردند. با کارانتین گرفتار شدن این افراد را مقامات تندرستی ولایت سوغد یک چاره احتیاطی و پیشگیری کننده مینامند، ولی منبع‌های مستقل میگویند چند از افراد زیر کارانتین تب بلند و گلودر داشتند. با سبب کارانتین شدن بیمارخانه مرکزی نویه جبور رسولوف، بیمارخانه منطقوی و طبابتگاه غولک‌انداز جمعاً زیاده از 400 نفر کارانتین شدند. اوتکیر حبیب‌الله زاده پسر شخص ففتیده روز 8 اپریل به رادیو زودی گفت آزمایش لابی امکش عبدالجلیل شودیف مدیر معارف نویه جبور رسولوف که اولین شده پس از 4 روزی درگذشت برادر خود با شبهه کرونا ویروس به بیمارستان مراجعه کرد پاک برآمده است، ولی این شخص همانا در بیمارستان نگهداری می شود و شاید از سنجش دوم گذرد. اما با گفته یک کارمند شعبه معارف ناحیه به نام جبور رسولوف پس از عبدالجلیل شودیف 5 کارمند این شعبه به شمول معاون رئیس نیز با تب بلند به بیمارستان مراجعه کردند. برخی از آنها آزموده شدند و نتیجه ها منفی اند، ولی سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه جبور رسولوف دلمراد رحمت اللهیف میگوید برای احتیاط حتی 3 مرتبه باید سنجش گذراند. در این بین معروف حاجیبویف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوغد به خبرگزاری ازیا پلوس گفته است که آزمایش تکراری طبی مرد ففتیده ثابت کرد که او به بیماری کووید 19 گرفتار نشده بلکه از التیاب شش ففتیده است. معروف حاجیبویف همچنین گفته است که در ناحیه جبور رسولوف تا 652 نفر که از ازبکستان و قرقیزستان برگشتند با اهل عائله‌هایشان در کارانتین نگاه داشته میشوند. در ولایت سوغد به قول مصاحب خبرگزاری در حکومت ولایت استادی مخصوص پیشگیری از گسترش کرونا ویروس تأسیس دادند. مقامات تاجیکستان تا حالا میگویند که هیچ مورد سرایت کرونا ویروس در کشور ثبت نشده است. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید در چارچوب آمادگی کشور به مقابله با ویروس همهگیری کووید 19 به اهالی کمبیزاعت و معیوبان 3 میلیون دلار کمک میکنند. این بخشی از کمک بیش از 11 میلیون دلاری بانک جهانی است. کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب دارند که مقامات تاجیکستان همه گونه یاری‌های بین المللی را شفاف و با مورد استفاده کنند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست کمک‌ها از چه عبارت خواهد بود و طرز دریافتش چگونه است. نسیم علمزاده تنها گفت افرادی که در مقامات محلی همچون کمبیزاعت نامنویس شدند از یاری‌ها بهره‌ور خواهند شد. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهورزاده تاکید می‌کند که این کمک‌ها یک بار داده می‌شوند. میزان کمبیزاعتی در تاجیکستان در چند سال اخیر به قول مقامات پایین می‌رود. سطح فقر از 35% سال 2015 تا 29% در سال 2019 کم شده است.
سازمان جهانی نظیر سلاح کیمیایی برای اولین بار مستقیما حکومت سوریه را با 3 حمله کیمیایی در آخرهای ماه مارس سال 2017 در شهر مرکزی لاتامین متهم کرد. هیئت مفتشان سازمان منع استفاده سلاح کیمیایی 8 اپریل اظهارات پخش نموده برای اولین بار مستقیما رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد را مسئول حمله های کیمیایی در این کشور نامید. در گذشته این سازمان تنها تصدیق یا رد می‌کرد که حمله به وقوع پیوسته است یا نه و مسئول حمله هم نامبر نمی‌شد. کشورهای غربی بارها حکومت سوریه را بر راه اندازی حمله‌های کیمیایی بر ضد آشوبگران و مردم آسایشته متهم کرده است. روسیه و ایران که از پشتیبان‌های رژیم بشار اسد میباشند در گذشته گزارش‌ها درباره حمله‌های کیمیایی را بی‌اساس نامیده اصرار می‌ورزیدند که آن صحنه‌سازی میباشد. در مورد گزارش اخیر از دمشق عکس‌العمل نشر نشده است ولی روسیه گزارش سازمان منع سلاح کیمیایی را قابل باوری نمی‌شمارد. سازمان ملل متحد بعد ارزیابی وضع حقوق بشر ازبکستان ابراز نگرانی کرده است که در این کشور بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها به طور دائمی جای داشته آزادی‌های ازلی انسان محدود می‌باشد. سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ 8 اپریل این اطلاع را نشر نموده یادآور شده است که خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد گواه آن است که حکومت خودکامه ازبکستان حقوق بشر و آزادی‌های انسان را رعایت نمی‌کند. هفته گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ازبکستان گزارش نشر نمود. در آن آمده است که پرزیدنت شوکت میرزیویف سال 2016 سر قدرت آمده بعضی اصلاحات تطبیق کرد ولی وضع ازبکستان همان و نگران کننده باقی مانده است. این کمیته به پیشرفت در مبارزه با فساد، زورآوری نسبت زنان، اصلاحات نظام عدلیه، منع زحمت کودکان و مهنت اجباری در بخش پخته‌کاری ازبکستان هم اشاره نموده است. دیروز سیناتور آمریکایی از حزب دموکرات برنی ساندرز اعلام کرد که تلاش برای پیشبری نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 را متوقف کرد. همین طریق سابق نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن یگانه نامزد جدی حزب دموکرات است که به احتمال زیاد با پرزیدنت کنونی ایالات متحده آمریکا در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال روان سبقت خواهد کرد. یک مقام بلندپایه تاجیکستان که مسئول روابط با روسیه است روز 8 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها رسما به حکومت روسیه برای عفو کردن پول پاتنت مهاجران و سبکی دادن در دیگر مسئله ها به آنها پیشنهادهایشان را فرستادند و تا حال منتظر پاسخ هستند. این مقام گفت مهاجران باید کمی دیگر صبر کنند چون راهی دیگر وجود ندارد. یعنی این به آن معنی است که مهاجران عزیز فعلا شما باید مثل پیشتر پول پاتنت را سپارید زیرا هنوز یگان سبکی در این مسئله نیست. در همین حال کارشناسان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگویند خودداری دولت از آوردن مهاجران کاری که سالهاست متکای اقتصادی کشورند و امروز در شرایط سخت دچار آمدند عادلانه نیست. در حالی که از حکومت برای کمک بیشتر به مهاجران صدا می شود، برخی از کارشناسان در تاجیکستان میگویند انتظار می رود در چند روز دیگر روسیه رژه کارانتین را به جز از مسکو در دیگر مناطق این کشور برهم بدهند و شرایط برای کار و فعالیت مهاجران بیشتر خواهد شد. مقامات انتظامی که در اساس ویدیوی فرستاده یک ساکن شهر دوشنبه فردی را برای اوباشی بازداشت کردند احتمال او را زندانی خواهند کرد. در این باره از ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر دادند. در نوار ویدیویی به میلیتس ارسال شده دیده می شود که علی سفربک 21 ساله و ساکن کوچه اسپیچک سمندر سلیمانوف را دشنام تحقیر کرده شیشه ماشینش را می شکند. علی سفربکوف را که هنگام بازداشت مقاومت نشان داده است فعلا برای اطاعت نکردن به امر کارمندان مقامات به 7 روزه حبس مأموری محکوم کردند. به ضد او طبق 2 ماده کدیسی جنایتی اوباشی و قصدا نابود کردن مال و ملک غیر پرونده جنایتی باز کردند. به او بر اساس این 2 اتهام زندان تهدید میکند. و حالا بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی برای امروز به شما یادآور میشویم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 10 سومونی و 23 درم است. 1 یورو کمی بیش از 11 سومونی ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 135 سومونی تعیین گردیده است که مثل دیروز است، یعنی به تغییر باقی مانده است. بینندگان عزیز این چند خبری بود که من برای شما در این صبح بر وقت گفتم. خبرهای بیشتر از این رو شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. نوارها باشد در کانال ما در آزادی ویدیو گذاشته می شود. من شما رو در دوام روز باز با خبرهای بیشتر منتظر خواهم بود. روزتون با قرار باشد.